الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا، أو كما قال صدق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. خدمت سروران عزیز و بزرگوار، بزرگان، موسفیدان، جوانان و نوجوانان عزیز، خواهر و برادر، پیر و جوان، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله سبحانه و تعالی را سپاس گزاریم که بار دیگر بر من و شما توفیق عبادت و بندگی را ارزانی فرمود و بار دیگر سید الایام که جمعه هست الله نصیب من و شما کرد. پروردگار عالم طاعات و عبادات همه من و شما را مورد قبول درگاه خیش داشته باشد و الله سبحانه و تعالی همه مشکلات امت اسلامی برطرف ساخته، خصوصا مشکلات قبله اول مسلمین مسجد الاقصی، فلسطین و اهل فلسطین و قضیه قدس. الله سبحانه و تعالی مسجد الاقصی را از چنگ صهیونیست های خونخوار و ظالم نجات بده. عزیزان و بزرگواران، 2 بحث داریم. یک بحث پیرامون قدس، جایگاه قدس، مسجد الاقصی، و موضوع دیگر این که چگونه قدس را آزاد نماییم. اگر بحث ما در این هفته تمام شد خیلی خوب، اگر تمام نشد ادامه بحث را میگذاریم ان شاء الله باذن الرحمن به هفته آینده. مسجد الاقصی در بین جامعه من و شما امروز بعضی از مسلمان ها چنین حرف های را به زبان میارن که ما را به مسجد الاقصی چی کار، ما را به فلسطین چی کار، یا مثلا به عبارات دیگر میگوین که خود کشور ما مثل 10 فلسطین و بالاخره اینها درد و رنج میکشه. در این شکی نیست که یک وجب از سرزمین های اسلامی که اشغال میشه برای همه مسلمان های دنیا درد آور و رنج آور هست. اما قضیه فلسطین، قضیه مسجد الاقصی قضیه عقیدتی هست عزیزان و بزرگواران. مثل این که من و شما وقتی میگیم ایمان به الله داریم، ایمان به کتب، به رسول، به ملائکه، همه اینها مثلا جز ارکان ایمان هست. مسئله مسجد الحرام و مسجد الاقصی و مسجد النبوی صلی الله علیه و سلم و خود مکه مکرمه، مدینه منوره و مسئله فلسطین و خصوصا مسجد الاقصی، این مسئله‌ای که گیره خورده بر ایمان من و تو ای مسلمان. این خیلی مهمه که باید ما متوجه باشیم. قرآن عظیم الشان جایگاه مسجد الاقصی را برای ما بیان میکنه. احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و خصوصا و بالاخص در این شبها و روزهایی که من و شما میبینیم از دهه اخیر ماه مبارک رمضان که صهیونیست های غاصب، وحشی و خونخوار چی وضعیتی به فلسطین و به مسجد الاقصی و به اهل مسجد الاقصی و برای معتکفین مسجد الاقصی
تو برادری که در اینجا به اعتکاف بودی چقدر به آرامش داخل مسجد سحری می کردی و افطار می کردی و دعا می کردی، ولی معتکف مسجد الاقصی افطار و سحریش با خون بود. ما باید متوجه باشیم. هدف از نماز جمعه بارها و بارها گفته شده که اینه که ما وقتی میاییم مسائل دین و مسائل روز و مسائلی که مرتبط میشه به امت اسلامی اینها را بدانیم. ابتدا شعری که از شعرا هست اشاره میکنیم و بعداً پیرامون مسجد الاقصی، پیرامون نخستین قبله مسلمین، پیرامون مسجدی که دومین مسجد در روی کره زمین ساخته میشه اشاره خواهیم کرد. صلوات ختم بفرمایید. ما برای قدس از خون جامه تر خواهیم کرد. ما برای قدس از خون جامه تر خواهیم کرد. بهر حفظش سر دهیم و جان سپر خواهیم کرد. کودک و برنا و پیر و مرد و زن روزی نبرد ایستاده در مصاف جان را سپر خواهیم کرد. هر فلاخان در کف ما ذوالفقار حیدر است. هر فلاخان در کف ما ذوالفقار حیدر است. وقت هیجان کارزار چون عمر خواهیم کرد. بار دیگر خالد و قعقا بیرون خواهند گشت. بار دیگر خالد و قعقا بیرون خواهند گشت. هم صلاح الدین ایوبی به در خواهیم کرد. بار دیگر خالد و قعقا بیرون خواهند گشت. هم صلاح الدین ایوبی به در خواهیم کرد. نصرت حق گر شود همراه خیل مؤمنین، قیل و قال صهیونیسم را مختصر خواهیم کرد. گفت پیغمبر که الاسلام یعلو فاضلی. گفت پیغمبر که الاسلام یعلو فاضلی. لاجرم صهیونیم را زیر و زبر خواهیم کرد. عزیزان و بزرگواران، بحث فلسطین به بحث مسجد الاقصی، عزیزانی که به اخبار دسترسی دارند، عزیزانی که در فضای مجازی دسترسی دارند، چی جنایاتی که در این روزها اسرائیل نکرده، چی جنایاتی که این اسرائیلیان غاصب، این وحشی صفتان به اطفال فلسطین، به زنان فلسطین، به موسفیدان فلسطین، حتی به مریضانی که روی بستر افتاده بودن به اونها هم رحم نکرده. ای مسلمان، مهم اینه که من و تو بیدار باشیم. من و تو چی وقت از خواب غفلت بیدار میشیم؟ من و تو چی وقت از این خوابی که دشمنان اسلام یهود و نصارا اون آمپولهای غفلت در فکر و افکار ما تزریق نمودن، چی وقت ما از اونها بیدار میشیم؟ عزیزان و بزرگواران، مسجد الاقصی، بیت المقدس به تو مسلمان چی ارتباطی داره؟ آیا تا حال دانستی ربطش را، ارتباطش را؟ میدانی که بیت المقدس یعنی چی؟ میدانی قدس یعنی چی؟ میدانی فلسطین یعنی چی؟ عزیزان و بزرگواران، فلسطین از سایر شهرها متفاوت هست. بیت المقدس نسبت به سایر اماکن متفاوت هست. من فقط امروز میخواهم برای عزیزان و بزرگواران این نکته را اشاره کنم که خیلی از مسلمان ها میبینیم که در فلسطین طفل فلسطین کشته میشه، زن فلسطین مورد تعدی و تجاوز به بعد به قتل رسانده میشه،
برای اهل مسجد الاقصا رحم نمیشه، ولی مسلمان رو میبینیم هنوز با مو عیش و به نوش و به عشرت و بالاخره به زندگی نرمال عادی پیش میره، قطعا گویا که کسی نبوده و کسی نیست. چرا مسلمان خواب هست؟ چرا مسلمان به خواب غفلت هست؟ به این عزیزان و بزرگواران، اشغال فلسطین نسبت به سایر اشغال ها، درسته افغانستان اشغال هست، عراق اشغال شده، سوریه اشغال هست، اکثریت سرزمین های اسلامی اشغال شده، ولی متفاوت هست اشغال فلسطین. عزیزان و بزرگواران، باید مسجد الاقصا را بشناسی ای مسلمان. مسجد الاقصا کجاست؟ باید بدانی و بفهمی فضائل مسجد الاقصا را. مسجد الاقصا چگونه فضیلت داره؟ ای مسلمان، قدس یک منطقه نیست که ما فکر کنیم قدس، مسجد الاقصا در یک جغرافیای کشور و شهر به نام فلسطین و بالاخره واقع شده. قدس یک منطقه نیست، بلکه یک امت هست. قدس یک امت. علما و بزرگان و اندیشمندان و فرهیختگان و سلف صالح من و شما این شعارشان بود که تا قدس اسیر، همه ما اسیریم. تا قدس اسیر، جنگهای تمام کشورها ختم نمیشه تا جنگ فلسطین ختم نشه. تا غده سرطانی به نام اسرائیل در روی کره زمین باشه، مسلمان ها روی آرامش را نمی بینه. عزیزان و بزرگواران، به اینه که قدس شریف چی هست؟ پاره تن اسلام و توته جیگر امت اسلامی هست. این عزیزان و بزرگواران، باید ما قدس رو بشناسیم، بیت المقدس رو بفهمیم. جوان مسلمان امروز چرا خوابه؟ وقتی ما به تاریخ اسلام برگردیم، جوانان 17 ساله و 18 ساله و 20 ساله بودن که فاتح قدس شدن، قدس رو فتح کردن. امروز جوان 20 ساله ما شاید ندانه قدس یعنی چی، بیت المقدس یعنی چی. امروز دشمنان اسلام از جنگ گرم آمدن در جنگ سرد و جنگ فکری را شروع کردن و آغاز کردن. دانستن که با مسلمان ها نمیشه از راه اسلحه جنگید. امروز امت اسلامی را از جهاد دور ساختن. امروز میبینیم علمای ما در خیلی از مسائل صحبت میکنن، اما صحبت جهاد نیست. امروز خیلی از علما و اندیشمندان ما در بین امت اسلامی، عرب و عجم، امروز کتابها تألیف میشه، اما درباره جهاد چرا امروز تألیفات کم شده؟ امروز رسانه های اسلامی در بین امت اسلامی هست، اما ما کارشناسی نداریم که پیرامون جهاد و مبارزه و عشق با جهاد و محبت به جهاد بیای صحبت داشته باشه. عزیزان من، اینها همه جنگ فکری هست. هر مسلمانی که صدای جهاد را بلند کنه، هر انسانی که بلند بشه و فریاد جهاد را بزنه، دشمنان اسلام او را به نام تروریست و القاعده و افراطی و دهشتگر و فلان و فلان او را از صحنه برمیدارن. ای مسلمان بیدار شو، ای غنچه خوابیده چو نرگس نگران خیز، از خواب گران خیز. یک نگاهی به تاریخ داشته باش، یک نگاهی به صلاح الدین ایوبی، یک نگاهی به سلف صالح، به عمر ابن خطاب که فاتح قدس هست، قدس را فتح میکنه. یک نگاهی به سلطان عبدالحمید ثانی داشته باش که چگونه بیت المقدس فتح میکنن. عزیزان و بزرگواران، ما را امروز مصروف ساختن، جهان اسلام را مصروف ساختن، زعمای کشورهای اسلامی را، اونها را به قدرتهای فریبنده مصروف ساختن و قدس فریاد میزنه یا للمسلم، ای مسلمان کجایی؟ کجا هستی؟ امروز زن مسلمان افطارش در ماه مبارک رمضان، افطار زن مسلمان در فلسطین با خون شده.
زن مسلمان در فلسطین فریاد میزنه یا للمسلمون. کجا هستن مسلمان ها؟ به این عزیزان و بزرگواران بیت المقدس را بفهمیم و بدانیم. اگر ما بخواهیم در ابعاد مختلف فلسطین و بیت المقدس اشارات داشته باشیم آنقدر شاید وقت و ما اجازه نده بیاییم به طور خلاصه و فشرده این بحث را اشاره می کنیم. ولی از تمام جوانان، از نسل جوان من این خواهش را دارم که کتاب‌هایی که امروز درباره فلسطین، شناخت فلسطین، جایگاه بیت المقدس، ارتباط به قدس جستجو کنید. تو جوان مسلمانی که امروز دشمن به دست تو اینترنت را داده، از او اینترنت استفاده کن، با اون گوگل سرچ بکن بیت المقدس کجا هست، فلسطین کجا هست، مال کیست، از کیست. به این عزیزان و بزرگواران به طور خلاصه و فشرده پیرامون بیت المقدس و سرزمین فلسطین اشاره می کنیم. اول، فلسطین ظهورگاه و مدفن هزاران پیامبر. میدانیم که بیت المقدس جای هزاران پیامبر بوده. میدانیم که سرزمین فلسطین زادگاه به انبیایی که از ابراهیم علیه السلام گرفته تا داوود و سلیمان و تا یحیی و زکریا علیهم السلام، این انبیا اونجا زندگی کردن، انبیا دعوت کردن. در جایی که ابراهیم، تو مسلمان میگی ملت از ابراهیم خلیل الله دارم، کجا هست؟ آیا او انگیزه ابراهیمی در وجود تو هست؟ ابراهیم که مبارزه کرد، با نمرود و نمرودیان مبارزه داشت، با طواغیت زمانش مبارزه کرد. ابراهیم به خاطر دین الله خود را در آتش انداخت. ای مسلمان، به شعار نمیشه عزیزان من، به شعار. از زمانی که ما مسلمان ها رو شعاری ساختن، عمل از دست ما گرفته شد. از زمانی که ما مسلمان ها شعاری شدیم، به شعار نمیشه عزیزان من. وقتی میگی ملت از ابراهیم خلیل الله دارم، ثابت بساز که در مکتب ابراهیم هستی. کسی که در مکتب ابراهیم خلیل الله زندگی کنه، شجاعتش، قهرمانیش، همه اینها باید به عرصه نمایش گذاشته بشه. ملت افغانستان یک ملتیه که قهرمانی خود را به دنیا ثابت کرده، ولی امروز ما میبینیم که دشمنان اینقدر سر این ملت قهرمان، اون تهاجم فرهنگیشان اثر گذاشته که جوان مسلمان 20-21 سال سن داره، وقتی میگیم بیت المقدس نمیفهمه کجاست، مسجد الاقصی نمیفهمه کجاست، اون قبه صخره نمیدانه چیست، نمیدانه که نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم شب معراج و مصر النبی صلی الله علیه و سلم کجا بوده. عزیزان و بزرگواران، دردها زیاده، دل انسان به درد میآیه. به اینه که ما باید بفهمیم و بدانیم فلسطین ظهورگاه، قدمگاه، آرامگاه و مدفن انبیا علیهم السلام. اکثریت انبیا از او سرزمین، همچون ابراهیم خلیل الله، همچون داوود علیه السلام، همچون سلیمان علیه السلام، یحیی و زکریا و سایر انبیا علیهم السلام. به این عزیزان و بزرگواران الله سبحانه و تعالی در قرآن اشاره میکنه. دوم، وقتی میگه من ملت از ابراهیم خلیل الله دارم، حالا سزاوار کینه که بیت المقدس از او باشه. تا حالا فکر کردی ای مسلمان؟ بعضی انسانهای یا مسلمانهای بیخبر چی میگه؟ خب بگذارن اسرائیلی ها یهود بیای فلسطین بگیره، چی اشکال داره؟ مثل بعضی از کشورها و زعمای بیخبر از دین، پیمانی که با اسرائیل امضا کردن و با اسرائیل نشست و برخاست کردن و بالاخره قراردادها قرار دادن، بیخبر هستن عزیزان و بزرگواران. تو مسلمان سزاواری. به این آیه قرآن توجه کن. الله سبحانه و تعالی می فرمایه ما کان ابراهیم یهودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما. ابراهیم در فلسطین بود یا نبود؟
ابراهیم در فلسطین زندگی میکرد یا نمیکرد؟ الله میفرمایه یهودی که ادعا میکنه ما پیرو ابراهیمیم، نصارایی که ادعا میکنه ما پیرو ابراهیمیم، این اشتباه کردن. ما کان ابراهیم و یهودی ولا نصرانی، ابراهیم نه یهودی بود و نه نصرانی، ولکن کان حنیفا مسلما، ابراهیم حنیف بود، مسلمان بوده و باید پیروان ابراهیم علیه السلام باید بیت المقدس را به دست داشته باشند. باید مسلمان ها وارث بیت المقدسن، باید بیت المقدس به دست امت اسلامی باشه. به این عزیزان و بزرگواران آیه دیگر می فرمایه الله سبحانه و تعالی ارتباط به این که بیت المقدس مال کیست، از آن کیست. الله می فرمایه ان اول الناس بابراهیم، نزدیکترین افراد به ابراهیم کی هستند؟ به ابراهیم علیه السلام. ان اول الناس بابراهیم للذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا والله ولی المؤمنین. عزیزان من بدان تو وارث فلسطین هستی، تو وارث مسجد الاقصی هستی، تو وارث قدس هستی. آیا شده تا به حال کسی دنبال ارث خود نرفته باشه؟ آیا شده به کسی که یک چیز ارث رسیده باشه و دنبال ارث و میراث خود نرفته باشه؟ تو وارث فلسطینی، تو وارث بیت المقدسی، تو وارث مسجد الاقصی. الله می فرمایه ان اول الناس بابراهیم للذین اتبعوه، کسانی به ابراهیم نزدیکن که پیرو ابراهیم باشند. ابراهیم که حنیف بود، ابراهیم مشرک نبود علیه السلام. یهود مشرک هست، یهود کافر هست، نصارا کافرن، اهل کتاب مشرکن، کافرن. ابراهیم علیه السلام چنین پیروانی نداره. پیروان ابراهیم علیه السلام کیها بودن؟ ان اول الناس بابراهیم للذین اتبعوه، و کسانی که پیروی میکنن. ادامه میفرماید و هذا النبی، امی پیامبر نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم پیرو کی هستن؟ پیرو ابراهیم علیه السلام هستن. و هذا النبی والذین آمنوا، و کسانی که ایمان آوردن. ای مسلمان، من و تو الحمدلله مؤمن هستیم، من و تو مسلمان هستیم. و الله در اخیر این آیه می فرمایه والله ولی المؤمنین، الله دوستدار مؤمنان هست. الله مؤمنان رو دوست داره، الله من و تو رو دوست داره، ولی یک شرط داره که پیرو درست ابراهیم علیه السلام و پیرو درست پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم باشی. به این عزیزان و بزرگواران، پس ای مسلمان دانستی وارث قدس کیست؟ تو مسلمان هستی. وارث مسجد الاقصی کیست؟ تو مسلمان هستی. نباید اسرائیل در منطقه باشه، نباید یهود در منطقه باشه و نباید اسرائیل بیایه بر سر ملت مظلوم فلسطین ظلم و ستم کنه و من و تو آرام بنشینیم. ای کاش افغانستان هم مرز فلسطین می بود. ای کاش مسیر افغانستان به سوی فلسطین باز می بود تا این جان ناقابل فدای مسجد الاقصی، فدای مسجد الاقصی می شد. کاش که راه باز می بود، کاش که هم مرز می بودیم، کاش که با فلسطین نزدیک می بودیم که می رفتیم از مسجد الاقصی و فلسطین و بیت المقدس دفاع می کردیم. عزیزان و بزرگواران، سرزمین فلسطین سرزمین خیر و برکت. کی میگه سرزمین خیر و برکت؟ الله. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. ما حول مسجد الاقصی برکته، سرزمین با برکت. الله میگه، احکم الحاکمین میگه، اعدل العادلین میگه، صاحب عرش و فرش میگه ما حول مسجد الاقصی با برکته. چی سرزمین مبارکی هست؟
فهرستوار میگذاریم عزیزان من. گفتیم بحث طولانی هست. اینه که قبله اول مسلمین نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم وقتی که وارد مدینه منوره شدن مدت 16 الی 17 ماه طرف مسجد الاقصی نماز میخواندن. به این واسطه میگن قبله اول مسلمین. 16 17 ماه مسلمان ها نبی مکرم اسلام طرف مسجد الاقصی نماز میخوانن تا اینکه آیه نازل میشه فول وجهک شطر المسجد الحرام، روی خود را طرف مسجد الحرام بکن. جایگاه مسجد الاقصی عزیزان و بزرگواران، اون جایگاهی که رسول الله شب معراج به آسمان ها رفته. یک نکته را اشاره میکنم. الله به او عظمت و بزرگی حبیب خود را نمیتوانست از مسجد الحرام ببره به آسمان ها؟ نمیتوانست الله حبیب خود را، رسول خود را، نبی خود را از مسجد الحرام بگه پیامبر به این مسجد الحرام 2 رکعت نماز بخوان تو را میبرم به آسمان ها؟ نه، میگه از مسجد الحرام الى مسجد الاقصى. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. پاک است او ذاتی که بنده خود را در شب از مسجد الحرام برد به طرف مسجد الاقصی. این برای ما چی درس داره؟ میدانیم ارتباط مسجد الحرام با مسجد الاقصی پیوند میده. یک. دوم، میخوای ای مسلمان عروج داشته باشی. علما و مفسرین در تحت این آیه، بعضی از علما و مفسرین اشاره میکنن تا زمانی که فلسطین آزاد نباشه، حریت نداشته باشه، ای مسلمان تو عروج نداری. ای مسلمان فتح و ظفر و پیروزی برای تو نمیرسه. ای مسلمان غافلی از این که والله العظیم تمام مجاهدین دنیا در افغانستان، عراق، فلسطین، یمن، تمام بالاخره عراق و هر گوشه‌ای که در دنیا مجاهدینی که هستن تا دست به دست هم ندن، اسرائیل را نابود نسازن، فتح و ظفر و پیروزی در هیچ یک از این کشورها نمی آید. در تحت این آیه مبارکه سبحان الذي اسرى بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. در عراق مسلمان ها شهید میشه، در یمن مسلمان ها شهید میشه، در سوریه مسلمان شهید میشه، در افغانستان مسلمان شهید میشه، ولی راه اصلی را ما در نیافتیم. ما متوجه نشدیم که همه از بین میریم الا همه ملت واحد بشیم. تمام مجاهدین عراق و شام و سوریه و افغانستان و تمام سرزمین های اسلامی تا مجاهدین دست به دست هم ندن، علیه اسرائیل غاصب و حامیانش مبارزه نکنن، فتح و ظفر و پیروزی نمی آید. عزیزان من، به این عزیزان ما باید متوجه باشیم. مجاهدین ما در افغانستان هر روز شهید میشن، مجاهدین ما در عراق شهید میشن، مجاهدین ما در سوریه شهید میشن، مجاهدین ما در هر نقطه از دنیا شهید میشن، ولی ما نفهمیدیم راه پیروزی کجا هست. یک راه هست، یک راه. دست انسان که سرطان بشه پیش طبیب مراجعه میکنه، میگه این باید قطع شه. اسرائیل غده سرطانی هست. با تمام مجاهدین امت اسلامی امیدوارم این پیام برسه. برای مجاهدینی که در مقابل طواغیت می جنگن تا غده سرطانی که اسرائیل از بین نره. من و تو نه در عراق آرامیم، نه در افغانستان آرامیم، نه در سوریه آرامیم، در هیچ جای دنیا من و تو آرام نیستیم. به خاطر که این غده سرطانی در این روزها آمریکای جنایتکار چقدر سلاح برای اسرائیل فروخت. یک بهانه هست، یک بهانه هست. کمک های آمریکا به اسرائیل تحت نام فروش. آمریکا کیست؟ اسرائیله. اسرائیل کیست؟ آمریکا هست. یهود و نصارا کیست؟ دشمن من و تو هست.
دشمن من تو. به این عزیزان و بزرگواران، فلسطین را بفهم و بدان جایی که نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم از اونجا لقب امام الانبیا را میگیرن. رسول الله صلی الله علیه و سلم از مسجد الحرام میرن مسجد الاقصا، تمام انبیا در مسجد الاقصا جمع میشن، پشت سر رسول الله اقتدا میکنن. معنا چیه؟ چی پیام میخواد به ما برسانه؟ که ای مسلمان، راه فوز و فلاح و رستگاری تو آزادی قدسه. راه فوز و فلاح و رستگاری تو از بین بردن اسرائیل. راه فوز و فلاح و رستگاری من و تو حریت و آزادی بیت المقدس و فلسطینه. بیت المقدس عزیزان من با شعار آزاد نمیشه. به تعظیم مسجد 100 مرتبه 1000 مرتبه بگیم مرگ بر اسرائیل و مرگ بر اسرائیل، بیت المقدس آزاد نمیشه. بیت المقدس به شعار آزاد نمیشه. بیت المقدس به چی آزاد میشه عزیزان و بزرگواران؟ سیدنا عمر ابن الخطاب بیت المقدس را آزاد کردن، فتح کردن. با چی فتح کردن؟ سعد ابن ابی وقاص و عبیده ابن جراح و خیلی از صحابه و خیلی از صحابه‌ای که بودن. 35,000 لشکر میره اطراف فلسطین رو میگیره. به اینه که رومی های آن وقت و زمان نامه میدن که ما فلسطین رو تسلیم میکنیم. ما فلسطین رو تسلیم میکنیم، ولی با یک شرط. شرط ما اینه که خلیفه مسلمین بیاید که ما کلیدها را برایش تسلیم کنیم. امیر المؤمنین حرکت میکنه. امیر المؤمنین فاروق اعظم حرکت میکنه طرف بیت المقدس، طرف قدس. امیر المؤمنین میدانیم چگونه میره؟ تا عدالت عمری نیای قدس فتح نمیشه. تا تواضع عمری نیای قدس فتح نمیشه. تا او عدالت اسلامی پیاده نشه قدس فتح نمیشه. عزیزان و بزرگواران، سیدنا عمر حرکت میکنن با یک غلام در مسیر راه. لحظات سیدنا عمر بالای شتر سوارن، پایین میشن، غلام بر بالای شتر می نشانن که عدالت برقرار بشه. و بعد مهار شتر میگیرن، لحظات راه میرون، بعد برای غلام میگن این شتر هم حق داره. اینقدر که من سوار بودم و تو سوار بودی، این شتر باید کسی بالایش ننشینه، پیاده با هم بریم. عدالت سیدنا عمر. وقتی که سیدنا عمر به نزدیک بیت المقدس میرسه، صحابه میگن یا امیر المؤمنین، این لباسهای شما پینه زده هست، لباسهای شما وصله هست، لباسهای شما کهنه هست. میگه در این مسیر لباسهای سیدنا عمر خاک آلود و گرد و غبار و لای و اینها شده بود. سیدنا عمر در حال جولیده و اینها، یا امیر المؤمنین، رومی ها خلیفه مسلمین را این گونه نبینن. یا امیر المؤمنین، لباسهای نو بپوش. یا امیر المؤمنین، بالای شتر سوار بشو. وقتی که به بیت المقدس داخل میشن، نوبت غلامه که بالای شتره. امیر المؤمنین میگه بالای شتر بنشین که نوبت تو هست. امیر المؤمنین مهار شتر داره. برای صحابه میگه نحن قوم اعزنا الله بالاسلام. ما قومی هستیم که اسلام به ما عزت داده. لباس به ما عزت نمیده، قدرت به ما عزت نمیده، ثروت به ما عزت نمیده. ما قومی هستیم که اسلام به ما عزت داده. نحن قوم اعزنا الله بالاسلام فمهما ابتغینا بغیره اذلنا الله. اگر ما عزت از غیر اسلام طلب بکنیم خار میشیم. امروز آیا زعمای کشورهای اسلامی این عدالت به اطرافشان دیده میشه؟ آیا زعمای کشورهای اسلامی آیا پای خود را در جای پای سیدنا عمر گذاشتن که قدس فتح بشه؟ بیت المقدس، بله، در زمان سیدنا عمر بدون خونریزی بیت المقدس فتح میشه. بعد از 80 یا 90 سال صلیبی ها بار دیگر بیت المقدس از مسلمان ها میگیرن، تا این که میرسه زمان صلاح الدین ایوبی. صلاح الدین ایوبی عزیزان من، شخصیتی که حرکت میکنه به خاطر آزادی قدس.
وقتی که اطراف بیت المقدس میگیره با 25,000 نفر، بیت المقدس شبی که فردایش بیت المقدس میخواه فتح بشه، صلاح الدین ایوبی خیمه ها را میگرده، نگاه میکنه داخل یک خیمه زمزمه قرآن هست، داخل یک خیمه تلاوت هست، داخل یک خیمه ذکر، داخل یک خیمه دعای، گریه، ساری، تضرع. میرود داخل یک خیمه نگاه میکنه که بعض انسان ها خوابن. صلاح الدین ایوبی اشکانش میریزه و گریه میکنه، میگه هر کس در این لشکر تهجد نمیخواره از این لشکر جدا بشه. عزیزان من، امروز آیا ما لشکر تهجد خوان داریم که بیت المقدس فتح بشه؟ امروز ما جوانی داریم که او سینه خود را سپر کنه صلاح الدین وارد بیت المقدس بشه؟ عزیزان من، جنگ فرهنگی امروز ما را به زانو در آورده. امروز جوان مسلمان همه چیز خود را میدانه غیر از دین، غیر از مسائل دین. امروز جوان مسلمان ما فوتبالیست شناخته ولی صلاح الدین ایوبی نشناخته، عمر ابن خطاب نشناخته. امروز جوان مسلمان ما با 10 مد و فشن فهمیده اما مد اسلام را فراموش کرد. عزیزان و بزرگواران، ارتباط به فلسطین، جایگاه فلسطین، گفتیم که مسجد الاقصی جای معراج رسول الله، جای عروج رسول الله، جای سیر رسول الله طرف آسمان ها، جایی که الله سبحانه و تعالی حبیب خود را از مسجد الحرام میبره به طرف مسجد الاقصی و از مسجد الاقصی به آسمان ها. عزیزان و بزرگواران، از جمله مکانت و فضائل و جایگاه بیت المقدس گفتیم که زیاده. اینه که ما باید متوجه باشیم که بیت المقدس محل دانشمندان و علمای زبده امت اسلامی است. از بزرگترین مجاهدین اگر نام بگیریم جایگاهش فلسطینه، اگر از بزرگترین علما نام بگیریم فلسطینه. اگر ما وقتی نگاه میکنیم این سرزمین شام و فلسطین و این سرزمین هایی که الله سبحانه و تعالی در این سرزمین ها خیر و برکت گذاشته، عزیزان و بزرگواران، فلسطین جایگاهی که الله سبحانه و تعالی تمام انبیای خود را در مسجد الاقصی جمع میکنه. امروز مسلمان داخل مسجد الاقصی وارد شده نمیتونه. امروز مسلمان خونش به داخل مسجد الاقصی ریختنده میشه. او جوان مسلمان چی جرم کرده؟ جوان فلسطینی جرمش چیست؟ او زن مسلمان جرمش چیست؟ زن مسلمان در فلسطین گرگ صفتان، بوزینه صفتان اسرائیلی 10 نفر به جان یک زن مسلمان میافتند و او را شکنجه میکنند. جرمش چیست؟ ای مسلمان دیگه کاری نمیتوانی اشک بریزان. کجاست که او زن مسلمان فریاد بزنه وا معتصبا؟ کجاست که فریاد بزنه او زن مسلمانی که در هند بود، حجاجی که من و تو را ظالم میگیم، در تاریخ با عنوان ظالم قلمداد میکنیم. زن مسلمان از هند در زمان حجاج ابن یوسف فریاد میزنه وا حجاجا. حجاج ابن یوسف با همه ظلمی که داشت لشکری ترتیب میده طرف هند به آزادی زن مسلمان، به آزادی دختر مسلمان. امروز زعمای اسلامی نمیشرمن، امروز این تواقیت عصر نمیشرمن، شرم و حیا ندارن. کشورهای عربی که امروز خود را از خادم حرمین گرفته تا عراق و سوریه و یمن و مصر و لبنان و بالاخره حتی تمام کشورهایی که سنگ محبت را به سینه میزنن، این توپ و طیاره به چی درد میخوره عزیزان من؟ توپ و طیاره علیه کی؟ ایران توپ و طیاره خود را علیه عربستان، عربستان توپ و طیاره خود را علیه ایران، پاکستان علیه بالاخره کشمیر و
فلان و هند علیه فلان و این و اون. به این عزیزان من، چرا ما امروز به این حالت قرار گرفتیم؟ امروز عزیزان من، او تصاویری که شاید شما ندیده باشیم و به آینده ببینیم، قلب انسان در میگیره، قلب انسان در میگیره. عزیزان من، دختر مسلمان به زیر اون دست پای بوزینه صفتهای یهودی که از دست ابوبکر و عمر و عثمان فرار کردن، از دست سربازان امت اسلامی فرار کردن. امروز چقدر دختران مسلمان به دست صهیونیست هاست، امروز چقدر زنان مسلمان در زندانهای این ظالمین قرار داره. روز قیامت جواب ابوبکر و عمر و عثمان و خالد ابن ولید را من و تو چی میده؟ روز قیامت رسول معظم اسلام بگه آیا به خاطر این مظلومین فلسطین و عراق و سوریه و یمن و افغانستان و اینها اشک ریختندی؟ اگر دیگه کاری از دستتون نیامد، قطران اشک ریختندی به این عزیزان من. فلسطین، بیت المقدس، جوان 12 ساله میبینی که اسرائیلی غاصب او را ذبح میکنه، میبینی جوان 8 ساله به فلسطین به نسل کشی پرداختن. تنها فلسطین نیست عزیزان من، وضعیت مسلمان ها در عراق، سوریه، در افغانستان همین لحظه. چند روز قبل یکی از علما از ریاست چل کابل که این ظالمین اینها هم بشنون آمد گفت که 10 زن مسلمان، عرب و غیر عرب، در ریاست چل کابل در اونجا اسیرن به چنگ این ظالم ها. اینها رو میشه گفت که اینها مسلمانن؟ اینها رو میشه گفت؟ عالم دین میگه 10 دقیقه در ریاست چل از من تحقیق میکرده که درباره خطیب گازرگاه تو چی میدانی؟ برای تمام غلامان یهود و نصارا میگم والله العظیم یک جان دارم، رب کعبه قسم که این دست با دست غلامان حلقه به گوش گذاشته نخواهد شد. تو به ریاست 40 زن مسلمان را شکنجه میکنی، باز میگه جمهوری اسلامی. به این عزیزان من، دردهای مسلمانی خیلی سخت عزیزان من. مسلمانی تنها به روزه گرفتن نیست، مسلمانی به نماز نمیشه، مسلمانی تنها به عبا و قبا نیست. اسلامی که در او جهاد نبود او اسلام نیست، او فقط دست نشانده غرب و یهود و نصارا هست. در دلی که عشق جهاد نبود، در قلبی که عشق جهاد نبود، او قلب خانه شیطانه کالبنیان الخرب. به این عزیزان و بزرگواران، امروز فلسطین فریاد میزنه، اما میبینیم در هر گوشه مسلمان هنوز عروسی داره، رقص داره، پای کوبی داره، شراب داره. کشورهای همسایه‌ای که من و شما در اطراف فلسطین میبینیم، هر کدام اونها به این شروع شد. یا ربی امت تا کی به این ضعف قرار داشته باشه؟ یا ربی امت تا کی به این حالت قرار بگیره؟ چی وقت خواهد رسید که رسول الله میفرمایند روزی میآید که درخت صدا میکنه یا المسلم، ای مسلمان بیا که پشت من صهیونیست یهودی غاصب کمین گرفته، بیا بزن، بیا این را از بین ببر. یا رب چی وقت خواهد بود؟ اون زمانی که عمر فاروق بود، آن زمانی که خلفای راشدین بودن، آن زمانی که عمر ابن عبدالعزیز بود، آن زمانی که صلاح الدین ایوبی بود. یا رب اون زمان چی وقت خواهد رسید؟ یا رب این ذلت و خواری چی وقت تمام خواهد شد؟ به این عزیزان و بزرگواران، این شبها فلسطین قلب همه مسلمان ها را به آتش زد. این شبهاییه که دختر فلسطینی فریاد میزنه ای مسلمان کجایی؟ من خواهر تو هستم، من خواهر تو هستم، نام من عایشه و فاطمه هست. کجا هستی که مرا از چنگال صهیونیست های غاصب نجات بده؟ کجا هستند زعمای کشورهای اسلامی؟ کجا هست عرب و عجم؟ کجا هستند اینهایی که
آماده با سلاح‌های مجهز و اینها و خود را هم و نام خود را هم مسلمان میگذارند. 8 میلیون یهودی چی ظلم و جنایتی که در دنیا نمیکنه. 1.5 میلیارد مسلمان. نبی مکرم اسلام فرمودن روزی میآیه که امت من به مثل کاسه غذای تبدیل میشه، چند تا گرسنه بالای کاسه غذا حمله میکنه و چقدر غذا زود تمام میشه. رسول الله فرمودن روزی میآیه که بالای امت من چنین حمله میشه. صحابه گفتن یا رسول الله در آن روز امت شما کمن؟ یا رسول الله در آن روز امت قلیلن؟ رسول الله فرمودن نه خیر، امت به میلیون ها میرسه، امت به میلیارد میرسه، ولی در بینشان دو چیز میآیه، وهن میآیه، وهن. صحابه عرض کردن یا رسول الله و ما الوهن؟ وهن چیه یا رسول الله؟ ما نمیدانیم. فرمودن بین امت دو چیز میآیه، حب الدنیا و کراهیت الموت. محبت دنیا میآیه که امت مرا غافل میکنه و امت زمان غافل میشن که بین اونها مرض دیگری میآیه که از مرگ میترسن. امروز ما چقدر از مرگ میترسیم، امروز ما چقدر از کشتن میترسیم، امروز ما چقدر گرویده دنیا شدیم، امروز ما چقدر گرویده خانه و زندگی و سر و سامان و اینها شدیم. صحابه جان میدادن به خاطر دین، صحابه جان خود را فدا میکردن به خاطر دین. عزیزان و بزرگواران، و مهلوان یا رسول الله، وهم چیست؟ امروز نیامده بین امت، امروز وهن نیست، حب الدنیا و کراهیت الموت. محبت دنیا، محبت دنیا و کراهیت الموت. اینهایی که دیروز در مقابل روسا جهاد میکردن امروز چرا سکوتن؟ به خاطری که به کاخها رسیدن. تمام کسانی که دیروز با روسا جهاد میکردن، شما زندگی اونها را نگاه کنید، وقت روسا 10 افغانی نداشتن، اما امروز کاخها دارن، بانکها بالاخره پول داره، امروز جهاد نمی کنن. روس کافر بود، امریکای جنایتکار کافر نیست. یک کافر به کشور آمد جهاد بود، 40 کافر به این کشور آمد جهاد نیست. و این عزیزان و بزرگواران، بیت المقدس و فلسطین جایگاهیه که نبی مکرم اسلام از مسجد الحرام رفتن به مسجد الاقصا و از اونجا به آسمان ها این را میخواهند بفهمانند به ما که ای انسان مسیر تو عروج هست، مسیر تو عروجه. میخوای بالا بری، میخوای روزه تو قبول بشه، میخوای نماز تو قبول بشه، میخوای صدقات تو قبول بشه، میخوای عبادات تو قبول بشه، مسیر پیدا بکن. سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. مسجد الاقصی را آزاد کن، مسجد الاقصی را از چنگال صهیونیست ها رها بساز. مسجد الاقصی متعلق به فلسطینی ها نیست، مسجد الاقصی مال عرب ها نیست، متعلق به همه امت اسلامی هست. عزیزان و بزرگواران، سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. فضائل مسجد الاقصی عزیزان من اینه که در مسجد الحرام یک رکعت نماز 100,000، مسجد النبوی صلی الله علیه و سلم یک رکعت نماز، در مسجد النبوی 1000 نماز. در مسجد الاقصی روایات متعددی هست، روایت صحیح اینه که 500 رکعت، 500 رکعت. همین لحظه مسجد الاقصی تو نماز جمعه بخوانی 500 جمعه خواندی. حساب بکن جایگاه مسجد الحرام، مسجد الاقصی و این مساجدی که نبی مکرم اسلام میفرمایند لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد. شما قصد عبادت و نماز به سوی هیچ مسجد سفر نکنید و قصد نداشته باشید مگر 3 مسجد، مسجد الحرام و مسجد الاقصی و مسجدی هذا، مسجد من. رسول الله مسجد النبوی را میگن. عزیزان من، فضائل مسجد الاقصی زیاده. ارتباط به فضائل مسجد الاقصی اگر هر چی بگوییم هنوز کم گفته ایم. نبی مکرم اسلام میفرمایند دومین مسجد در روی کره زمین، الله اول مسجد الحرام را ساخت، بعد از مسجد الحرام مسجد الاقصی را ساخت. رسول الله میفرمایند فاصله بین مسجد الحرام و مسجد الاقصی 40 سال، یعنی مسجد الحرام ساخته شد 40 سال بعدی و مسجد الاقصی ساخت. این مساجد چرا اینقدر عظمت داره؟ چون انبیای الهی ساختن.
مسجد الحرام را کی ساخت؟ سیدنا ابراهیم علیه السلام. مسجد الاقصی را کی ساخت؟ حضرت داود علیه السلام. مسجد النبوی را کی ساخت؟ جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. این مساجد عظمت داره، بزرگی داره. اینها عقیده من و تو هست ای مسلمان، اینها ایمان من و تو هست ای مسلمان، اینها فکر و اندیشه من و تو هست ای مسلمان. باید همه ما تلاش بورزیم به آزادی مسجد الاقصی، به آزادی کشورهای اسلامی. هر جایی که اشغال شده باید آزاد بشه، خصوصا عزیزان من مسجد الاقصی. تا مسجد الاقصی آزاد نشه ما هیچ جا آزادی نداریم. تا غده سرطانی از بین امت اسلامی برداشته نشه من و تو احساس آزادی نداریم. اسرائیل دشمنان اسلام وقتی که آمدن یک کشور ساختن، یک شهر ساختن، به خاطر چی هست؟ در بین مسلمان ها، بین امت اسلامی. تمام یهودیان را میدانید کیا هستن؟ الله سبحانه و تعالی در قرآن یهود را به ما معرفی میکنه. نمونتاً به یکی دو آیه اشاره میکنم. شما قرآن را بخوانید یهود را میشناسید، احادیث رسول الله را بخوانید یهود را میشناسید، نصارا را میشناسید. اهل کتابی که کمر بسته کردن به ویرانی امت اسلامی، شما اینها را میشناسید. امروز متاسفانه بسیاری از زعمای کشورهای اسلامی غلام و برده یهود و نصارا شدن و بالآخر بر طبل یهود و نصارا رقص اونها هست که الله سبحانه و تعالی اینا را هدایت کنه. اگر قابل هدایت نیستن الله سبحانه و تعالی شر اینها را از سر امت اسلامی دور بسازه. عزیزان و بزرگواران، اسرائیل درسته نام حضرت یعقوب علیه السلام هست، اما امروز دیگه اون نام به حضرت یعقوب بر نمیگرده. اسرائیل نام یک کشور شده، یک کشور غاصب. بوزین صفتهای یهود در یک جا جمع شدن با کمکهای یهودیان تمام دنیا، با بالاخره پشتیبانی سیاسی غربیان و خصوصا آمریکای جنایتکار. این غده سرطانی رو به جان امت اسلامی انداختن، خصوصا مسئله فلسطین. الله سبحانه و تعالی این قوم رو به ما معرفی میکنه. فقط یک آیه اشاره میکنم، اینه که من لعنه الله. یهود لعنت شده هست، یهود لعنت شده. بوزین صفتهای اسرائیلی، اساکر بوزین صفت اسرائیلی، اینها لعنت شدگان هستند. اینها از رحمت الله بدورن. الله سبحانه و تعالی اینها را لعنت کرده. من لعنه الله و غضب علی. الله بالای اینها غضب کرده. الله سبحانه و تعالی قهر و غضب خود را بالای قوم نازل کرده. و جعل منهم القردة والخنازیر. الله این قوم را تبدیل کرد به قوم بوزینه. مدت این قوم بوزینه صفت بودن، الله اینها را مسخ کرد، بوزینه ساخت و بالاخره اینها را خنزیر ساخت و خوک ساخت. الله سبحانه و تعالی خباثت این قوم در قرآن برای ما در آیات زیادی، آیات متعددی الله برای ما بیان میکنه. و بعد میفرمایه و عبد الطاغوت. این قومیه که طواغیت را عبادت کردن، این قومیه که اینها طواغیت را به عنوان اله برای خود قرار دادن. اولئک شر مکانا. اینها به بدترین مکانت قرار دارن. بدترین مردم در روی کره زمین یهوده. کثیفترین انسانها، خسیسترین انسانها در روی کره زمین یهوده. و الله سبحانه و تعالی می فرمایه اولئک شر مکانا و اضل عن سواء السبیل. اینها راه را گم کردن. برای یهود راهی نیست. یهود میدانیم چگونه قومیه، خسیسترین قوم، پلیدترین قوم، نجسترین قوم یهوده. تمام انسانها میگه اینها همه خادمین ما هستن. چند سال قبل یکی از رئیس جمهورای اسرائیل که به جهنم وصل شد، فکر کنم که شارون بود، این معتاد شده بوده. میدانیم با چی معتاد شده بوده؟ معتادی این بوده که باید یک هفته یک مرتبه یک طفل مسلمان رو می بردن، طفل 6 ماهه، 1 ساله، 2 ساله، این با کارت قطعه می کرد.
این قوم ای را برای خود عبادت میدانه که مسلمان ها را بکشه، مسلمان ها را از بین ببره، یا این که میگه کل انسان ها بیاین برده و غلام بشن یا از بین برن. ولی کور خانده، اشتباه کرده. الاسلام یعلو ولا یعلا علی، اسلام بلنده و هیچ بلندی بالای اسلام نمی آیه. ما انتظار او را زدیم، روزی می آید، شاید ما نباشیم، شاید هم باشیم، کاش او روز باشه و ما ببینیم. روزی می آید که به این امت یک سرنوشت پیدا میشه. این امت تا ابد بی سرنوشت نیست. این امت تا به ابد بدون بالاخره این گله بدون چپان نمیمانه. رسول الله میفرمایند روزی میآیه که این امت منسجم میشه، متحد میشه، متفق میشه و یهود از دست جوان مسلمان فرار میکنه، میره پشت یک سنگ مخفی میشه. چی روزیه، چی روزیه اون روز. یهود میره پشت درخت مخفی میشه، مسلمان این طرف نگاه میکنه، این طرف نگاه میکنه، درخت به صدا در میآیه یا للمسلم، بیا که این یهودی کثیف پشت من مخفی شده، بیا. سنگ به صدا در میآید. چی روزی خواهد بود اون روز؟ یا الله، اون روز رو نمیدانیم، میبینیم یا نمیبینیم، اما اون روز آمادنیه از وعده‌های بر حق صادق المصدوق، وعده‌های نبی مکرم اسلام هست. اون روز میآید که این یهودیان جنایتکار، این بوزین صفتان، اینها پشت درخت مخفی میشن و پشت سنگ مخفی میشن و او سنگ و درخت صدا میکنه یا للمسلم، بیای مسلمان که اینجا مخفی شده این را بزن. عزیزان و بزرگواران، آیه دیگر را اشاره میکنم که الله میفرمایه سرسخت‌ترین دشمن شما یهود هست. لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا. سرسخت‌ترین دشمن شما کیست؟ یهود هست. دشمن را بشناسید. یهود، اسرائیل، بعد از یهود مشرکین، بعد از مشرکین نصارا، اینا دشمنانی هستند که به پی تخریب امت اسلامی از امروز نیست. از زمانی که مسلمان ها از صدر اسلام تا به امروز دشمن دست پنجه نرم کرده. از چی زمانی یهود موفق شد؟ از زمانی که امت اسلامی پارچه پارچه کرد، از زمانی که امت اسلامی به مذاهب و به گروه ها و بالاخره به احزاب و به مناطق و به مسائل جغرافیایی و اینها امت اسلامی را پارچه پارچه ساختن. این عزیزان و بزرگواران که الله می فرماید لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليهود والذین اشركوا ولتجدن اقربهم مودة للذین آمنوا الى آخر آیه مبارکه که دشمن را بشناسید. عزیزان و بزرگواران، بحث فلسطین، مسجد الاقصی، بیت المقدس بحث طولانی هست، بحث طولانیه. انشاءالله به هفته آینده ارتباط به این که چگونه میتوانیم بیت المقدس را آزاد کنیم، چه کار باید بکنیم، چگونه باید بیت المقدس آزاد بشه. آیا در فکر جوان مسلمان نباید این اندیشه باشه؟ صلاح الدین از کجا بود؟ از کجا؟ کردستان. یک کردی حرکت میکنه به چی؟ با آزادی بیت المقدس. ملت افغانستان، الله رحمت کنه، عبدالله عظام رحمه الله، یکی از مجاهدینی که در افغانستان به جهاد و مبارزه پرداخته بود. میدانیم ارتباط به ملت افغانستان چی گفت؟ این عالم بزرگوار و این کسی که تمام دارایی ثروت خود را گذاشت و آمد در افغانستان به جهاد، در خیلی از کشورها به جهاد و مبارزه پرداخت. میدانیم شعارش چی بود؟ او میگفت که ما امیدوارم که از نسل افغان فاتح بیت المقدس بشه. میگفت این شهامت و این غیرت در وجود ملت افغانستان من میبینم که اینها فاتح بیت المقدس. بیت المقدس عزیزان من بدون جهاد نمیشه، بدون مبارزه فتح نمیشه.
اگر هر کس که میگه بیت المقدس با تظاهرات و همایش و با مقاله و با سخنرانی و با پیمان و بالاخره بیایم مسائل اینه که با اسرائیل نزدیک بشیم و بالاخره از اون طریق، ابدا بیت المقدس قربانی میخواهد. بیت المقدس به خاطر حریتش باید جان بدیم، جان. بیت المقدس با ریختن خون مسلمان بیت المقدس فتح میشه. باید این جانها فدای بیت المقدس بشه تا بیت المقدس آزادی خود را، مسجد الاقصی آزادی خود را و قدس آزادی خود را به دست داشته باشه. روزی کنار صلاح الدین ایوبی یک لطیفه یا یک به اصطلاح ما و شما یک فکایی گفتن، فکایی قصه کردن، همه خنده کردن. صلاح الدین ایوبی خنده نکرد. دوباره گفتن خنده نکرد. بعد گفتن که همه ما خنده کردیم، چرا تو خنده نکردی؟ گفت بیت المقدس اسیر یهود باشه من بخندم. چگونه بیت المقدس اسیر باشه من بخندم؟ ببینید درد در سینه داشت که فاتح بیت المقدس شد. یکی از وزرای بزرگ اسرائیل نامه میفرسته برای سلطان عبدالحمید ثانی: خدایا خلافت اسلامی رو به امت اسلامی برگردان. پروردگارا بدون خلیفه درد برای امت، رنج برای امت، غم برای امت. پروردگارا از هر کشوری که لیاقت و شایستگی داره، پروردگارا صدا و ندا و پرچم خلافت اسلامی را بلند بگردن. ای بار الها این ذلت و خاریر از بین امت اسلامی دور کن. تا زمانی که خلفای راشدین بودن عزت داشتیم، بعد از آن خلفای اموی بودن عزت داشتیم، بعد از آن خلافت عباسی بود عزت داشتیم، خلافت عثمانی بود عزت داشتیم. یکی از خلفای عثمانی سلطان عبدالحمید ثانی، عبدالحمید دوم رحمه الله، اسرائیلی نامه نوشته میکنه برای سلطان عبدالحمید ثانی، میگه این مبلغ انگفت پول را برای تو میدیم، با ما کمی سازگاری نشان بده. اسرائیلی ها میآیند داخل فلسطین خانه میخرن، زمین میخرن، در اونجا زندگی میکنن. میدانیم سلطان عبدالحمید چی اشاره میکنه؟ خلافت، زعامت، دلسوزی. سلطان عبدالحمید میگه فلسطین ملک شخصی من نیست، این ملک شخصی من نیست که با شما معامله کنم، این ملک امت اسلامیه و این در قلب امت اسلامی هست. ابدا تا زمانی که میگه سلطان عبدالحمید در روی زمین باشه، اسرائیلی غاصب پای خود را در فلسطین گذاشته نمیتواند. امروز بعد از چند صد سال من و شما میگیم سلطان عبدالحمید رحمه الله، من و شما میگیم سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله. من و شما امروز یاد میکنیم که اینها فاتحان قدس بودن، اینها زعمایی بودن که رحمت الله بر ایشان باد که غمخوار امت بودن. عزیزان و بزرگواران، هر کدام من و شما کاش که راه باز می بود، کاش هم مرز با فلسطین می بودیم، کاش نمیگم که با من کسی می رفت، حتما بری شکی نیست که کسان پیدا می شد، ولی اگه هم مرز می بودیم راه باز می بود. تک و تنها هم که می شد خود را به دفاع از فلسطین و قدس می رسندن. کاش می شد، کاش در مقابل گوزین صفتهای اسرائیلی انسان استاده بشه و جان ناقابل بر طبق اخلاص بگذاره که یا رب ای جان ناقابل فدای دین تو کردم، فدای اون مسجد کردم که رسول الله به اون محراب رفتن و تمام انبیا پشت سرشان اقتدا کردن، فدای اون مسجد بشم که رسول الله صلی الله علیه و سلم از اونجا وارد سدرة المنتهی شدن، فدای اون مسجد بشم که فاروق اعظم
میره در اونجا تو رکعت نماز میخوانه. فدای او مسجدی بشم که سلیمان او مسجد را اعمار میکنه. سلیمان علیه السلام. به این عزیزان من حالا دیگه کاری از دست ما بر نمیآیه. دعا کنیم برای فلسطین، برای اهل فلسطین، برای مجاهدین فلسطین، برای مرابطین فلسطین، برای خواهر و برادر فلسطینی، برای او کسانی که سینه اونها سپر هست، برای اونها دعا کنیم. امروز فقط کار ما شده دعا، دیگه کاری از دست ما بر نمی آیه. بار الها پروردگارا دستان ما به طرف تو دراز است. پروردگارا تو ذاتی که احکم الحاکمینی اعدل العادلینی صاحب عرش و فرشی ملک الملوکی، پروردگارا دستان ما به طرف تو دراز است. پروردگارا اون لحظه‌ای که خواهر به زیر دست و پای بوزین صفتها دیدیم، یا رب تو علیم بذات الصدوری که قلب ما آتش خورد. پروردگارا اون لحظه‌ای که طفل معصوم 7 ساله و 8 ساله‌ای که به دست او بوزین صفتان ذبح میشه، پروردگارا تو از دلها واقفی. پروردگارا اون لحظه‌ای که خواهر مسلمان فریاد میزنه که 1.5 میلیارد مسلمان کجاین، خدایا تو از دلها واقفی که جز همین دعا دیگه کاری از دست ما بر نمی آید. پروردگارا ملت فلسطین را، مجاهدین فلسطین را، کسانی که به فلسطین جانی و مالی به آزادی فلسطین کمک میکنن، پروردگارا عزت دنیا و آخرت نصیبشان بگردان. پروردگارا تجار عرب و عجمی که کمک مالی به مجاهدین فلسطین دارن، پروردگارا مجد و عظمت و بزرگی را پروردگارا نصیبشان داشته باش. ای بار الها پروردگارا دستان ما به طرف تو دراز است. پروردگارا تو ذاتی که علیم و بذات الصدوری، تو خبیری و سمیع و بصیری، پروردگارا ما را از این ذلت و خواری نجات بده. پروردگارا میدانیم مشکل از خود ماست، پروردگارا مشکل از خود ماست. پروردگارا ما از تهجد دور ماندیم، پروردگارا دختر مسلمان از حجاب دور مانده، پروردگارا جوان مسلمان از احکام اسلام دور مانده. پروردگارا ما آلوده و گناه شدیم، ما غرق گناه شدیم. پروردگارا ما غرق گناه شدیم. قدس انسانهای فاکر میخواه. پروردگارا فلسطین تهجد خوان میخواه، ما به نمازهای فرض خود غفلت میورزیم. پروردگارا چشم ما گناه کرده، دست ما گناه کرده. پروردگارا از سنت حبیب تو فاصله گرفتیم. خود ما میدانیم چرا خار شدیم، چرا ذلیل شدیم. خود ما میدانیم یا رب، خود ما میدانیم یا رب. پروردگارا احکام تو، کلام تو در بین کشورهای اسلامی اجرا نمیشه. پروردگارا امت محمد رسول الله دنبال حرام رفته، دنبال هوا و هوس رفته. پروردگارا یک گلاس در خانه ما میشکنه، چهره ما تغییر میکنه، روزانه سنت حبیب تو میشکنه، هیچ چهره تغییر نمیکنه. پروردگارا ما خاری و ذلیلی و زبونی خود را میدانیم. این امت به بیراه رفته، به طرف رشوت رفته، طرف قمار رفته، طرف زنا رفته، طرف بی‌حجابی رفته. پروردگارا ما را اصلاح کن، پروردگارا ما را اصلاح کن.
تو شامل ما نشه. اگر توفیقت و رفیق راه ما نباشه ما خار شدیم، خارتر میشیم. یا الله پروردگارا دستان ما به طرف تو دراز است. پروردگارا فلسطین میسوزه، عراق میسوزه، سوریه میسوزه. پروردگارا افغانستان چی حالتیه؟ پروردگارا ما را عامل به کتاب خود و سنت حبیب خود داشته باش. پروردگارا ما از قرآن و سنت دور شدیم. پروردگارا زرق و برق دنیا ما را فریب داده. پروردگارا قدرت و چمکی ما را فریب داده. پروردگارا بیچاره شدیم. پروردگارا از فلسطین مینالیم، در همین افغانستان زن و مسلمان اسیره. پروردگارا تو کریمی. پروردگارا اون زمانی که ابوبکر بود، عمر و عثمان و علی بودن، سعد و سعید و طلحه و زبیر بودن، اون هنگامی که اون خلفای بزرگ امت اسلامی بودن، پروردگارا عزت داشتیم. خدایا عزت از دست رفته ما را به سوی ما بربگرد. پروردگارا یه امت به بیراه رفته، امتی که به شراب و به قمار و به زنا و به رقص و پای کوبی رجوع کرده. این پیروز نمیشه. یا الله پروردگارا از تو فاصله گرفتیم. پروردگارا ذوق جهاد در دل ما بیشتر کن. مجاهدین فی سبیل الله را پیروز کن. پروردگارا من خطیب که روی منبر نشسته‌اند به خاطر ترک جهاد گناهکارم. پروردگارا توجیه نمیشه که من خطیبم، توجیه نمیشه که من دعوتگرم، توجیه نمیشه که من خدایا گناه خود را به گردن خود داریم. یا رب ما را ببخش. پروردگارا در مقابل فلسطین شرمنده‌ایم، در مقابل دختران فلسطین شرمنده‌ایم، در مقابل اون جوان و نوجوان فلسطین شرمنده‌ایم. یا رب پروردگارا ای اشکارا تو بپذیر. پروردگارا فلسطینی ها به خاطر آزادی قدس، به خاطر آزادی بیت المقدس خون ریختاندن. خدایا ما هم به خاطرشان اشک میریزانیم. پروردگارا ای اشکارا تو بپذیر، تو قبول بفرما. پروردگارا به حال ما رحم کن. پروردگارا به حال ما رحم بفرما. یا الله یا رحمان یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام. پروردگارا این عزیزانی که به خاطر فلسطین و بیت المقدس اشک ریختندن، پروردگارا اینها را جز مجاهدین محشور بدار. پروردگارا مطمئنم این کسی که اشک ریختنده راه باز می بود به طرف آزادی قدس می رفت. پروردگارا دست و پای ما را بسته کردن. پروردگارا علما را شهید می کنن، علما را در محراب منبر می زنن. پروردگارا تو از ما بپذیر، تو بپذیر. ربا پروردگارا این جمعیت مورد رحمت و مغفرت خود قرار بدید. پروردگارا از همه راضی باش. خدایا پروردگارا مجاهدینی که در هر نقطه از دنیا هستند، پروردگارا پیروز و سرفراز و سربلند داشته باش. پروردگارا برای اسرای مجاهدین صبر جمیل عنایت بفرما. پروردگارا شهدایشان را با شهدای بدر و احد، با سید الشهدا حضرت حمزه محشور بدار. ای بار اله پروردگارا بر همه ما عشق جهاد، محبت جهاد،
پروردگارا فکر جهاد و اندیشه جهاد را عنایت بفرما. پروردگارا دستان ما به طرف تو دراز است. یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر موتانا وموتى المسلمين، وسلم مسافرنا ومسافر المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واقض حاجاتنا وحاجات جميع المؤمنين. بار الها بزرگان و موسفیدان ما را حفظ بفرما. پروردگارا بر جوانان ما صدق صدیقی، عدل فاروقی، حیای عثمانی و شجاعت حیدری عنایت بفرما. بار الها از این جمعیت و از این سرزمین پروردگارا نسل را بیاور که فاتح قدس بشه. پروردگارا نسل را بیاور که سرزمین های اشغال شده را از چنگال اشغالگران نجات بده. ای بار الها تو کریمی، تو رحیمی، تو جلیلی، تو جباری. پروردگارا گناه کردیم، معصیت کردیم، پروردگارا میگیم که اشتباه کردیم، ما را ببخش. پروردگارا همه ما را ملبس به سنت نبی کریم صلی الله علیه و سلم داشته باش. یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم